بالاخره این جاده رو 800-900 کیلومتر داریم میریم. ارزم موضوع شما دیگه زرد دیگه با هوای بارونی و شلوغ و جاده و دلم میخواد دفعه بعد که میشینم یه همچین رانندگی یه کله میکنم مقصدم آمستردام یه راست تهران باشه. این یکی از آرزوهای منه، اونم با شاهم. بدون شاهم هیچ جا نمیرم. امیدوارم که شاهم برگرده تهران، ایران، مردم کشورم آزاد بشن. من دفعه بعدی که پشت این ماشین نشستم که برم یه راه طولانی مقصد آمستردام تهران میبینمتون میدون شهریار. دمتون گرم. این بردار قطعش کن.